صفات‌های ثبوتی را می‌گیریم. صفات‌های ثبوتی بر دو قسم تقسیم می‌شود. صفات‌های ثبوتی که در الله ثابت است بر دو قسم تقسیم می‌شود. یکم ذاتی، دیگر فعلی. صفات‌های ذاتی و فعلی. صفات‌های الله ثبوتی و سلبی است. ثبوتی اثبات می‌شوند، ثابت شده، سلبی چیز نفی شده. ثبوتی دو قسم است. ثبوتی دو قسم است، ثابت شده دو قسم است، ذاتی و فعلی. پس صفات‌های ذاتی چی است؟ صفات‌های ذاتی، صفات ذاتی میگویند این آن صفات‌هایی است که همیشه الله بر آن وصف می‌شود. صفات‌های ذاتی صفات‌هایی است که الله همیشه بر آن وصف می‌شود و این صفات‌های الله سبحانه و تعالی به هیچ وجه و هیچ گاه از او از بین نمی‌رود. از الله سبحانه و تعالی صفات‌های ذاتی مثل شنوایی، سمع، مثل بینایی، بصر. فهمو اینا صفات چی میگن؟ صفات ذاتی میگن، متعلق به ذات الله سبحانه و تعالی است، شنوایی و بینایی. اما قسمتی از صفات های ثبوتی، قسم دوم صفات های فعلی است. صفات فعلی میگن این صفات هایی است که با اراده و مشیت الله واسطه است. این صفات ها با اراده و مشیت الله واسطه است. اگر الله بخواد انجام میدهد، اگر نخواد انجام نمیدهد. مثل استوا بر عرش، استوای الله بر عرش، مثل مجیء الله، آمدن الله، مثل فرود آمدن الله در یک شب آخر بر آسمان زمین. اینا چی هستند؟ صفات‌های فعلی هستند. از فعل الله، از اراده الله، از مشیت الله سبحانه و تعالی با مشیت او وابسته هستند. و شیخ می‌فرماید که و شاید هم صفت از دو جهت ذاتی و فعلی باشد. از دو جهت، یک صفت هم ذاتی هم فعلی باشد. به معنای کلام، سخن گفتن، گفتار. زیرا می‌فرماید که اصل صفت صفات‌های ذاتی است. اصل صفت صفات‌های ذاتی است. زیرا الله همیشه سخنور بود و باقی میماند. سخن گفت و سخن میگوید و سخنش باقی میماند. اگر میگه به اعتبار آحاد بگیریم، یکی از اینا بگیریم، کلام بگیریم، صفت فعلی است. چون که سخن با خواست و اراده او است. همین سخنگویی با خواست او ارتباط دارد. هر وقت بخواهد، هر سه بخواهد سخن میگوید.